حالت خیلی وزنی بود که آخری وقت دیگر هم گیمادیالیزم دامون فایده نکرده ایستاده بود. من به هلاکت می‌رسیدم دیگر یگان چی دیگر نبود. این آخرین احساس امام‌الدین خلوف در یک سال پیش بود. وقتی گرده دوم هم از کار ماند، دستگاه صنعی را هم دیگر بدنش قبول نمی‌کرد. نبودن دانور گرده از یک طرف، پیدا نکردن مبلغ جراحی از طرف دیگر، امید زندگی را از امام‌الدین می‌گرفت. تصمیم مادر و همت خیرخواهان شانس زنده ماندن امام‌الدین آن وقت بیمار را زیاد کرد. وقتی که من بیمار بودم اون سوزشی که در بدن من بود او را غیر خودم و خداوند یگان کسی دیگر نمی‌دونست. بعد برای من مادرم راضی شدند که مقصد عضو خود را برای من بدهند تا که من زندگیم سلامتیم خوب شود. عین حال من حس در قلبم دارم که مادرم برای من گرده اش را هدیه کرده است. من تیارم که برای مادرم جان خود را فدا کنم. امام‌الدین خلوف ماه سال 2015 از زادگاهش دهه هایت ناحیه رشت برای طبابت گرده به پایتخت آمد، ولی از راه زور یا ابله‌وه به یک قسم حربی بدخشان به خدمت برده شد. خدمت او در ارتش همگی 12 روز ادامه کرد و در حالت وزنین او را به بیمارستان انتقال دادند. طبیبان گفتند که بر اثر سردی هوا هر دو گرده اش از کار مانده است. سلامتیم تو رفت چند رفته ایستاده است. بعد شده ایست از برای که ارگانیسم دیالیز ارگانیسم چی میکنه؟ سلب میکنه. اما ایسا بیمی نبودن دانور را ایسا بیمی کم بیزاتی مخواه نه یک سال شد که هم گیمه دیالیز گرفته ایستیم. تنها پس از آنکه مادر سالخورده‌اش سال گذشته یک گرده خود را به او داد، توانست سلامتیش را برقرار کرده به زندگی معمولی برگردد. حالا سلامتی مادر 61 ساله امام‌الدین که در زادگاهش جماعت هایت ناحیه رشت به سر میبرد خوب است و بدون دارو زندگی میکند. امام‌الدین که حالا در شهر دوشنبه در یک حجره اجاره نشین است، منتظم از نظارت پزشکان مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان می‌گذرد. طبیبان این دفعه به او توصیه دادند که اکنون می‌تواند ازدواج کند چون که سلامتیش به است. از طرف ما اجازه است که او میتواند اویله‌دار شود، به زندگی مستقیم قدم گذارد. این غیر نشانداد برای پیوند ما نیست. خب در حاضر حالت بیمار عالی می باشد. یگان کمبودی از طرف بیمار، از طرف تشخیصات لابراتوری و تشخیصات اینسترومنتالی در بیمار دیده نمیشه. حالا تقریبا یک سال از مهلت جراحی می‌گذرد. وضع سلامتی مادر امام‌الدین هم خوب است و در زادگاهش در رشت به سر میبرد. اما طور پزشکان بیمارخانه پیوندسازی میگویند شانس زندگی امام‌الدین 50 به 50 می باشد. استعمال دارو و دوا 50% سلامتی او را تامین میکند و استعمال دارو باید تا پایان عمر ادامه کند. این داروها برای من یگان فایده چی ندارند که مقصد مرا برای قوت هم دهند. اینها فقط ارگانیسم من همین ایمونیته بلند نشود. برای بلند اگر بلند شود او گرده را معیوب میکند. برای همین یک رزمر نگاه داشتن قوت ارگانیسم همین دارو را خورده ایستم. امام‌الدین خلوف میگوید برای دریافت داروهای ضروری هر ماه از 2 تا 3 هزار سامانی خرج میکرد و حالا 1.5 هزار سامانی صرف میکند. بنابر زندگی فقیرانه امکان دریافت این مبلغ برای خانواده دشوار شده است. با گفته او چند از سازمان‌هایی که هنگام جراحی به او کمک کرده بودند حالا هم منتظم برای خرید دارو کمک میکنند. تشکر خودم را برای شخصانی میگویم که برای من حتی یک درهم چند قدر دارد، برای من یک درهم هدیه کردن یا که برای من یاردم کردن. من از این شخصا خصوصا رادیوی آزادی این در تمام عالم مرا دیدند که مقصدم خیلی بیماری هست، برای من مبلغ روان کردن، یاردم کردن. فوند جمعیتی تشبث حقوقی، دفتر آزادی های شهروندی، وزارت تندرستی که برای من 20,000 تومانی چی کردن، یاردم کردن برای جراحی. دکتران مرکز خیلی شخصا را همیشه ما تشکر میگوییم و از این شخصا میندار هستیم. شادمانی تیم میرزا نبی خالقزاد، آزادی، دوشنبه. شبا خواب نداشتم، تماما خوابم نمی بود، تماما خواب نداشتم.